با یک پسر میگه با طریق تلفن شناس شدم، او در مهاجرت است و من گفت که این خیل گپ میزنیم گناهگار میشویم. با طریق تلفن نکاح کردیم، یک شاهدم داشتیم. آیا نکاح ما درست شد یا نه؟ الحال من سوال هایی که در پیشم هست انشاءالله من برای شما جواب میگردانم. بسم الله الرحمن الرحیم. نفری سوال کردن، گفتن معنای نام معصده چیست؟ چون که یک داملا گفت که معنایش ستونهای دوزخ است. بسیار غمگین شدم. یعنی کدام فرزندش نامش معصده مانده است. این معصده برادران و خواهران عزیز در سوره مبارکه همزه آمدگی است که در آیت های 8 و 9 خدای مهربان میگه انها علیهم معصده فی عمد ممدده. یعنی اینجا در گپ در سری، یعنی انا معصده با عین دیگر است، معصده با الف دیگر است. برای همین در سوره بلدم آیت 20 علیهم نار معصده. در اینجا در سوره بلدم در سوره همزه معصده آمده است، لیکن معصده به عین. چه که زن فرعون آسیه نام داشت، در قرآن میگذرد آسیه بود نامش، لیکن الف قطعی اگر آسیه بگیریم نام معنای خوب میتیه، لیکن وقتی عین قطعی بگیریمش آسیه بگیم اینجا علاقه آدمی گناهگار آسی میگن. برای همین در گپ در سری تلفظ میرود، گپ در سری انا همون مثال هر حرف از جای خودش بیرون کردن. برای همین اگر معصده ای که در اینجا آمده است، مقصد معصده معناش با معنای یعنی انها علیهم معصده، الله چی میگه؟ گپ در سری آدمای دوزخی میرود. برای این مقصد آتش جهنم معصده به معنای فراگیره یا به معنای بگیم یک بالاپوش یا دهنک میگن. یعنی میگه وقتی که دوزخی ها را در مثل یک کوزه داخل میکنن، بعد معصده همون یک دهنکی که میگذارن که دیگر در درون همون مقصد کوزه آتش همه را فرا میگیرد که یعنی بر اینها جای خالی نمیماند که اونجا مقصد آتش جهنم نماشد. انا در دوام آیت بعد فی عمد ممدده، انا که عمد یا عمود اینجا در گفت سری ستون اگر وای گفته باشد، اینجا در گفت در معصده نیست، در عمد است. انمو عمد یا عمود انمو ستونهای دوزخی که این با معصده یگان رابطه نداره. لیکن معصده گذاشته باشید، این اصلی کلمه از اسید است. اسیده به معنای نام طعامه. اصلا معصده بگیم نام یک طعامی هست که اینا اگر شما در لغت ها هم نگاه کنین، همون طعامی که از آرد تیار می شود که با او مقصد خرما هم یک جا میکنن، خلاص رنگی که در تاجیکای ما مثل حلوا واری تیار میکنن، اون را اسید میگن. برای همین معصده هم یعنی یک نامی طعام است. اگر با الف معصده بگیری یعنی فراگیر یا اینکه مقصد بسته شده یا بالاپوش، لیکن در اینجا تماما معنای ستون دوزخ نیست، بلکه آیتی بعدیش در عمد ممدده، انمو عمدش انمو ستون است که دوزخی ها را الله میگه ما در دوزخ هایی که ممدده، ستون هایی که مثال درازن که همش از آتش عبارتن، ما در اونها دوزخی ها را میبندیم. سوال دیگری که آمده است،
با یک پسر میگه با طریق تلفن شناس شدم، او در مهاجرت است و من گفت که این خیل گپ میزنیم گناهگار میشویم. با طریق تلفن نکاح کردیم، یک شاهدم داشتیم. آیا نکاح ما درست شد یا نه؟ نکاح با طریق تلفن برادران و خواهران عزیز درست نمی شود. حال آنکه در اینجا باز شما یک شاهد داشتید. برای درست شدن نکاح 2 شاهد در کاره. از این لحاظ اگر هر یک دختر و هر یک پسری که وقتی که مصلحت ها می شود که اینها در آینده زن و شوهر می شوند، اگر ضرورتی ندارد که شما با تلفن با یکدیگر صحبت ها داشته باشید. انشاءالله که همه یکدیگر را که دیدین، یکدیگر را که میفهمین، یکدیگر را که میشناسین، طریق تازه و پاک و خوبش همین است که آمده با یکدیگر یک بار از نزدیک مثلا در خانه دختردار، خب در نزد بگیم محرماش شما یکدیگر را میبینین، شرط و شرایط یکدیگر را مصلحت میکنین و انشاءالله بعد توی تانه میکنین، با همین زندگی تانه میکنین. پیشتر این مصلحت ها و این گپ زدنی ها و این واخوری ها برای خیر شما نیست. خواهر دادر عزیز، برای هیچ کس نمیداند که پگاه به سر یکی از شما چه آمدنی است. آیا این کار شما در منبد می شود یا نمی شود؟ از این لحاظ یعنی بدنامی هم برای دختردار هم برای بچه‌دار می شود. برای این یکمش نکاح با تلفن نیست، دویمش در حضور یک آدم نکاح هم نمی شود، سیوم که این کار هیچ وقت هم نکنین، زیرا این کار عادی و هزل و شوخی نیست. این کار بسیار کار جدیه و حرکت کنید که زندگی تانه از ابتدا با حلال و با فرمودهای خدا آغاز کنید تا در زندگی هاتان شما برکت یابید.